18 نوامبر یک جوانزن ساکن شهر دوشنبه توسط فیسبوک از مقامات خواست نسبت راننده اتوبوس رقم دولتیش 8705 تا 05 که در خط سیر رقم 8 مسافر میکشاند چاره‌های قانونی اندیشیده شود. با اطلاع او راننده اتوبوس برخلاف طلبات برای با پول نقد نسپردن مبلغ راهکراه و استفاده کارت نقلیاتی از جانب یک دختر نابالغ به غضب آمده برخلاف مدنیت رانندگی با صدای بلند دغل رفتاری نموده آرامی دیگر مسافران را خللدار و رفتار ضد حقوقی صادر نموده است. مراجعت مذکور باعث واکنش شدید شهروندان و استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی قرار گرفت و کارمندان میلیسای دوشنبه این راننده را معاین و به مقامات دسترس کردند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در شرح این حادثه نوشت معاین گردید که این نفر شهروند نظرف بختیار علیشیرویچ سال تولدش 1977 ساکن شهر دوشنبه کوچه مخصوموف 125 راننده شرکت اتوبوس یک می باشد. ضمن پرسش شاهدان و سنجش همه‌جانبه حادثه مذکور گناه صادر نموده راننده تصدیق خود را یافت. وابسته به این حادثه نسبت به نظرف بختیار طبق طلبات ماده 460 مایده اوباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب دادند و دادگاه او را به اندازه 7 نشان دهنده برای حسابها برابر به 420 سومانی جریمه بسته است. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت علاوه بر این نظرف برای این کردار صادر نموده‌اش شروع از 19 نوامبر از حق فعالیت در نقلیات مسافرکشانی محروم کرده شد. همزمان در دایره مراجعت مذکور جهت از بین بردن رفتار دغلانه رانندگان با مسافران از جانب کارمندان میلیسای شهر دوشنبه با رانندگان و کارمندان شرکت اتوبوس یک کارهای پروفیلاکتیکی گذرانیده شده است.